السلام علیکم برادرای شهر محمد جان و کلی هموطنان. همه دارن که کره زمین کرونا ویروس لغت کده. همیشه ما ای کیتای یک تا بهترین اوچانیشه پروفسور ایوان آورده. همه سکرت ما دا گپ زد. حالا یه سخن بتیشه این میگه ما شما دا پیرواد بکنم. نیما هنگیره. ای برادر مگه ای پرابلم برآمدن ده فقط با دستگیری سایت 1xbet درجه کوفیشنت های زیاد و بونوس های گوناگون میابین که سیلکش در کامنتاریا. همچنین اگر با پرومو کد یوونی شما رجیستراسیون کنین برای پرداخت اولین تون 6500 روبل بونوس میدین. با تمام هوادارای شهر محمد جان پیش همه بر شما خنده بر لبانتان تمنا میسازم. ان شاء الله رحمانی تنجه امانی میشود. میخوام که همیشه خنده در لباتان بینم و در آخر چیست پزبان یوانس که گفتنیم که سقطان غم نباشه. صبحدم نصیب روزی شما. صبحدم قصه نو به خاطر مریدای شهر محمد جان. یک فاطمه گفتنی زنک بوده سهر مخیزه همون خانه در شایی سوس یا او بارکه مکنه پلان نکش که برام یا شکاف بخرم. شکاف میره کراچی ایکیا مگزین یک شکاف میخرم. میاره شکاف مردک کرده گفته یا سورپریز کنم خودم ساز کنم. شکاف هم که ساز بکنه پالی میمونه یک کفای خانهش قطعی الکتریچکه مگذاشته یا که همه شرق الکتریچکه مگذاره شکاف هم که چپ هم تیپ میشه میدهتا میزنه. زنه که بیچاره زیغ میشه فاطمه جان زیغ میشه اویله مکنه با مگیره ایسری نو راست مکنه شکفه با همه تو آرزه حواس مکنه نو مگه لواسکار بگیریم کشا کنم که با یا الکتریچکه مگذاره با شکاف هم که رنگی خانی کردانی چپ میشه. گفته چیکو کنیم همسایه رو فیرو کنیم یا جبار همسایه بده. همه در شهر مرگی جبار در کلیدار تی ترسه کسی دیگه گفته جبار جان همسایه جان یه شکف آورده همه شوم سورپریز کنم. گفته ساز مکنم چه خیلی میشه. جبار میگیرن ایسری نو ساز میکنن همه نو آرزه حواس کسیدن که با الکتریک که مگه شکف با میوی در تمیسته. جبار چی میگه ینگه یه خیلی نمیشه. حالا شکف ساز مکنیم ما دروش بدرو میستم که همه الکتریچکه بزگرم ما ببینم کجاش ما نیتا میکنیم که این چپ میشه. خیلی شکف خلاصی هم ساز میکنن. جبار دروش میداره همه خشتگی های همین مومنت در هوی میشه شوش میه کار میداره. خیلی سلام علیکم چه خیلی فاطمه سازی تینجی خوبی. آها شکفای نو ها گفتم مردک جان یک شکف خریدم گفتم سورپریز کنم تکی همه وقت الکتریچکی مزگرده شکف نخه شرقت چپ میشه. ای دروش جبار تی ترسک میروی این مردک چشماش علم میشه مگه خدازده داری خانی می چیکار میکنی. گفته باور کنی نکنی برادر اگه فکری بد نکه ما الکتریچکرش نداشتو.